بار دیگر سلام و عرض میکنم دوستان عزیز، بچه ها، دخترکان زیبا. امروز درس نوبتی ما از سلسله درس های آموزشی ویدیویی در مورد زبان تاجیکی ادامه می‌یابد. ما تا امروز الکی شاهد آن گردیدیم که دو قهرمان اساسی ما به دنیا آمدند و امروز ما می‌بینیم که همین طفلان خردسال هم چقدر قدرت بزرگی دارند و محض به خاطر تولد آنها پدر و مادران آنها، خانواده های آنها نیز با هم آشنا می شوند، رشته های دوستی برقرار می کنند. بیایید همراه قسم سیومی این قصه خود را می شنویم و بعد مثل همیشه آماده می شویم تا که با در نظر داشتی همه آنچه که شنیدیم و همه آن دانش هایی که خودمان داریم و سوال های پیشنهاد شده پاسخ های درست را انتخاب کرده باشیم. بیایید همراه گوش میکنیم. سحری مادر مردانی مستی خواب را با دشواری بیدار کرد. خیزید، آی خیزید، آخر دیر می شود. شکم سیر چه پروایی شکم گرسنه ندارد گفتند. بیچاره مادرانی بچه ها به بالای درد کشیدن چیزی هم به دهان نبردند. خیزید. دست رو را شستن زمان مادر بر هر یک خلطه پیچ را داد و گفت اول این را به آنها میرسانید، انا بعد آمدن ناشتا میکنید. چخیل مادر جان، دیروز شما در فکری من بودید، اکنون در فکری کیلینتون؟ هیچ گپ نه، 5 دقیقه دیرتر میرویم. ناراضیانه ولی کمی تبسم کنان گفت جمال. بچیم، من در فکر پسری تویم. با ذوق خندید مادر و علاوه کرد و در فکر دخترچه انا این کس. شکمی سیر مادر غذای خوبی کودک، فهمیدی؟ مردان علاج دیگر نداشتند. معلوم شد که مادران این طفلکان در یک اتاق بودند. خوراک را از دریچه سپردند. مادر از جمال خواهش کرد که مامادایه را سراغ کند. جمال از این سفارش مادر حیران شد، ولی فکر کرد که شاید یگان گپ زنانه داشته باشند. بنابراین از جوانزنی که برای رسانیدن خوراک و باشندگان تولدخانه خدمت می‌رساند خواهش کرد که مامادایه امشبه را دعوت کند. بعد چند زنی خلعت سفیدپوش کشاده چهره قامت بلند که تخمیناً 40-45 ساله می نمود به نزد آنها آمد. مادر به جوانزن نزدیک شد و اول دعای نیک کرد. بعد لطه پیچی را از بغل برآورده گفت دخترم، این یک روی مال و یک دسترخوان گلدوزی را به نیت آوردم الها در روزهای نیک خدمت کند. نه بیهوده تشویش نکشید مادر جان. تحفه مادر را رد کردنی شد او. نه نگو دخترم، گپی من نگردان. یک تاش از نام این پسرم، دیگرش از نام این. مادر به اسمت اشاره کرد و ندانست که او را چی گوید، ولی زود خود را به دست گرفته تبسم کنان علاوه کرد از نام این پسر دیگرم. جمال و اسمت را این رفتار مادر به وجد آورد. جمال رفتار دیشبه و امروزه مادرش را خیالاً تحلیل کرد. عموماً او درباره مادرش کم فکر می کرد. هر رفتار او را از روی عادت معمولی و قرض مادری می دانست، اما حالا به عقل رسا و مهر حقیقی مادرش قایل شده بود. رحمت مادر جان،
سرم به آسمان رسید. این نیکی های شما را فراموش نمی کنم. گفت اسمت. هیچ گپ نه، تو هم مثل پسرم. این را گفت و دو دستش را بروی اسمت برد و پس گرفته کف دستانش را بوسید. اسمت خیلی روح بلند بود. او از دل گذراند امشب او دو بازیافت کرد، فرزند و دوستی خدا داد. به اختیار زیر لب گفت همسایه نزدیک از خویش دور به. این دم مامادایه از خوشحالی به آنها نزدیکتر آمد و گفت بروی حولی برآمده به آشیانه سیوم تیریزه از طرف چپ چهارم نگاه کرده ایستید، کودکانتان را نشان می‌دهیم. آنها خوشحالانه بروی حولی برآمدند. بعدی چند مادران جوان طفلکان در دست از تیریزه به آنها تبسم کنان می‌نگریستند. دیدار اولین گرچه از دور بود لذتی گوارای جسم و جان پدران را فرا گرفت. مادر جمال این صحنه را نظاره کرده از بختی بلند ذوق می برد. چخیل بچه ها مخلوط شد. آفرین. بینید که رشته های دوستی در بین آدمان چگونه برقرار می شود. ببینید که از قصه همان طوری که فهمیدید قیمت دوست بیشتر از هر گونه شخص نزدیک بوده است. من میخواهم در برابر آن قصه باز یک بسیار قصه خردک را به شما گویم که آن هم برای پاسخهای شما کمک خواهد کرد. میدانید یک پادشاهی بوده است. روزی به او خبر میدهند که اعلی حضرت ها مادر شما از دنیا درگذشت. پادشاه 3-4 روز غمگین می شود، ماتم می گیرد، اما بعد باز به کار معمولی خودش ادامه می دهد. بعد از چند مدت خبر می آورند که اعلی حضرت ها برادر شما درگذشته است. او باز چند مدت غمگین می شود و باز کار خود را ادامه می دهد. اما بعد از چند مدت دیگر به او خبر می آورند که فلان دوست نزدیک شما در فلان جا از دنیا چشم پوشیده است. پادشاه خیلی سخت غمگین می شود و هفته ها و ماه های دراز دست و پای او به کارش نمی چسبد. وزیران در حیرت می شوند و بار جرأت کرده از او می پرسند اعلی حضرت ها وقتی که مادر شما وفات کرد شما اینقدر دور و دراز غمگین نبودید. وقتی که برادر خود را از دست دادید اینقدر دور و دراز غمگین نبودید. سبب چیست که به مرگ یک دوستی خودتان اینقدر طولانی ماتم گرفتید؟ پادشاه یک آهی میکشد و میگوید میدانید مادر و برادر برای من داده خداوند بود، آنها را من انتخاب نکردم، اما دوست را من در زندگی خود امتحان کرده بودم، سنجیده بودم و خودم انتخاب کرده بودم. بنابراین سخت غمگین شدم. همیشه دوستانی همدیگر باشید.